حتما با درمانگر خود مشورت کنید تا روش‌های متناسب با نیازهای مخصوص شما را بگوید. در حالی که روی یک صندلی نشسته اید، پای آسیب دیده خود را بردارید و مچ آن را روی زانوی پای مقابل بگذارید. پای آسیب دیده خود را وارد شلوار کنید. وقتی شلوار از مچ پا رد شد، می توانید پای خود را پایین بیاورید و شلوار را تا زانو بالا بکشید. پای سالم را از داخل قسمت دیگر شلوار عبور دهید. هر دو طرف شلوار را تا جایی که می توانید بالا بکشید. قبل از ایستادن مطمئن شوید روی پارچه شلوار پا نگذاشته اید. اکنون با دقت بایستید و شلوار را تا روی لگن‌ها بالا بکشید. اگر تعادل شما ناپایدار است، مطمئن شوید هنگام ایستادن خطر سر خوردن ندارید. برای جلوگیری از سر خوردن می توانید از دمپایی‌های بدون بند با کف ضد لغزش استفاده کنید. یا قبل از ایستادن جوراب و کفش‌های خود را بپوشید. ابتدا زیپ را بالا بکشید، سپس دکمه را ببندید.